سلام دوستان، خوش اومدید به یکی دیگه از جلسات سری آموزش های نت کلاسروم. تو این جلسه میخوایم راجع به سیگنال های آنالوگ و دیجیتال صحبت بکنیم. اول بریم با چند تا اصطلاح آشنا بشیم. تلکامیونیکیشن یا مخابرات. همونطوری که ملاحظه میکنید تلکامیونیکیشن از دو تا کلمه تله به معنای دور و کامیونیکیشن به معنای ارتباط تشکیل شده که مجموعاً تشکیل مخابرات یا همون ارتباط از راه دور رو میدن. حالا ببینیم اطلاعات چیه؟ اطلاعات داده های خلاصه ای که قابلیت ذخیره و پردازش دارن رو بهش میگن اطلاعات. ببینیم سیگنال چیه؟ سیگنال هر چیزی که در بر گیرنده این اطلاعات باشه بهش میگن سیگنال، یا به عبارت دیگه سیگنال یک کمیتیه که با زمان تغییر میکنه، یک کمیت متغیر با زمان هست. حالا که سیگنال رو فهمیدیم چیه، این سیگنال ها به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی میشن. میخوایم ببینیم سیگنال آنالوگ چیه. سیگنال آنالوگ نوعی از اطلاعاته که مقدارش به طور پیوسته با زمان تغییر میکنه. مثلا تغییر فشار هوا هنگام صحبت کردن، این یه سیگنال آنالوگ. فعالیت الکتریکی قلب یه سیگنال آنالوگه، یا مثلا یه موج سینوسی رو همونطوری که ملاحظه میکنید یه سیگنال آنالوگه. همونطوری که اینجا ملاحظه میکنید ببینید مثلا 10 ولت اینجا پیک تو پیک داریم، 10 ولت پیک تو پیک یعنی منفی 5 ولت تا مثبت 5 ولت که این رو بهش میگن دامنه، و این تغییرات این موج سینوسی همونطوری که ملاحظه میکنید با زمان، با این محور زمان به صورت پیوسته داره صورت میگیره. پس این یه سیگنال آنالوگه. مثالی از شکل موج صحبت اینجا تو این تصویر اومده. همونطور که ملاحظه میکنید یه دامنه داریم و یه زمان که این نمونه ای از یک سیگنال آنالوگه. حالا بریم ببینیم سیگنال دیجیتال چیه. سیگنال دیجیتال نوعی از اطلاعاته که مقدارش به طور گسسته با زمان تغییر میکنه. اطلاعاتی که ایجاد میشه توسط دنباله ای از سمبل ها، یعنی دنباله ای از 0 و 1 ها ارسال میشه. به هر 0 و یا هر یک بیت گفته میشه. این بیت واحدهای دیگه ای هم داره. مثلا 1 کیلو بیت میشه 1000 تا بیت، 1000 بیت. 1 مگا بیت میشه 1 میلیون بیت. این واحدهای مختلفیه که برای بیت تعریف میشه. مثلا 1 گیگا بیت میشه 1 میلیارد بیت. مثالی که از سیگنال های دیجیتال میتونیم بزنیم اطلاعات روی دیسک ها یا سی دی هاست که به صورت اطلاعات به صورت سیگنال دیجیتال روی اونها قرار داره. همونطوری که اینجا ملاحظه میکنید یه سیگنال دیجیتالی رو داریم توی این تصویر نشون میدیم که ببینید یه دامنه داره. اینجا یه دامنه داره که این دامنه میشه گفت آف و آن هست. آن به معنی اینه که مثلا یه ولتاژ 5 ولتی اینجا هست که هر وقت این ولتاژ 5 ولت باشه به منزله 1 و هر وقت خاموش باشه اون ولتاژ 5 ولت 0 باشه به منزله 0. ببینید یه سیگنال گسسته با زمان اینجا ایجاد شده که بهش میگیم سیگنال دیجیتال. مطلب بعدی در مورد مدل مخابرات. در مورد مدل مخابرات ما قضیه رو به این صورت داریم که میگیم یه مبدأ داریم و یه مقصد و یه پیغامی میخواد از یه مبدأی به یه مقصدی ارسال بشه. اولین جایی که این پیغام واردش میشه وارد یه دستگاهیه به نام فرستنده. وارد فرستنده میشه این پیغام. بعد ما محیط انتقال رو داریم که این محیط انتقال میتونه سیم مسی باشه، میتونه فیبر نوری باشه و میتونه بی سیم باشه، ارتباطات رادیویی باشه، که بعد این سیگنال پیامه یا همون پیغامی که داشتیم از طریق این محیط انتقال میاد و وارد یه سیستم دیگه میشه در مقصد به نام گیرنده و اونجا این سیگنال یا این پیغام به مقصد میرسه. مطلب بعدی در مورد انتقال الکتریکی صحبت. میخوایم ببینیم که انتقال الکتریکی صحبت چجوری انجام میشه. فرض کنید یه میکروفون داریم و یه بلندگو. تو دستگاه تلفن هم همینطوره. یه طرف یه میکروفونه، اون طرف بلندگو پخش میکنه. خیلی ساده اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم انتقال الکتریکی صحبت رو به این صورتی که
در میکروفون ما بین میکروفون و بلندگو هم یه ارتباط داریم، یعنی بین دوتا تلفن هم یه ارتباط داریم دیگه که وسطش خط انتقاله. این سیگنال که در اثر سیگنال آنالوگی که گفتیم در اثر فشار هوا ایجاد میشه یا همون صحبت انسان میاد وارد این بلندگو میشه، وارد میکروفون میشه و از طریق خط انتقال این سیگنال آنالوگ انتقال پیدا میکنه به سمت طرف مقابل که بلندگو هست و اون طرف هم باز دوباره در مقصد این بلندگو در اثر فشار هوا اون سیگنال آنالوگ تشکیل شده و به گوش شخصی که اون طرف خط قرار داره میرسه. به این صورت انتقال الکتریکی صحبت انجام میشه. بحث بعدی در مورد انواع ارتباط، مودهای ارتباطی که داریم. 3 مود ارتباطی داریم، یعنی اگر بین نقطه A و نقطه B بخوایم ارتباطی رو داشته باشیم 3 حالت ممکنه وجود داشته باشه. یه حالت اینه که یک طرف است، بهش میگن سیمپلکس. این چجوریه؟ یه طرف همیشه میفرسته، یه طرف دیگه دریافت میکنه. مثلا نقطه A میفرسته، نقطه B دریافت میکنه. حالت دوم بهش میگن نیمه دو طرفه یا هاف داپلکس. در این صورت توی این حالت نقطه A و B به ترتیب اطلاعاتشون رو برای همدیگه میفرستن. مثلا نقطه A میفرسته، بعد نقطه B میفرسته اطلاعاتشون. حالت بعدی کاملا دو طرفه یا فول داپلکسه که در این حالت هر دو طرف یعنی نقطه A و B همزمان اطلاعاتشون رو ارسال میکنن برای همدیگه. اگر یه مثالی از ارتباط سیمپلکس بخوایم داشته باشیم میتونیم بگیم که فرستنده تلویزیونی و گیرنده تلویزیون یه نوعی از این ارتباط هست که فرستنده ارسال میکنه، فرستنده اینجا ارسال میکنه فرستنده تلویزیونی و تلویزیون دریافت میکنه. ارتباط هاف داپلکس یعنی نیمه دو طرفه مثالش میشه چی؟ میشه بیسیم پلیس. دیدین که با بیسیم وقتی صحبت میکنن یه طرف یه دکمه رو نگه میداره، صحبت میکنه، بعد دکمه رو ول میکنه و صدای طرف مقابل رو میشنوه. ارتباط فول داپلکس به این صورت مثل همین خط تلفن که هر دو طرف میتونن با همدیگه صحبت بکنن. اینجا اگر بخوایم مدار تلفن دو طرفه کامل دو سیمه رو بررسی بکنیم، همونطوری که اینجا ملاحظه میکنید یه طرفش میکروفون داریم و بلندگو، اون طرف مقابل هم میکروفون و بلندگو رو داریم که یه منبع تغذیه همین وسط هست که اینها میتونن یه ارتباط دو طرفه داشته باشن، یعنی یه نفر از اینجا توی میکروفون صحبت بکنه و طرف مقابل توی این بلندگو بشنوه و طرف مقابل توی میکروفون صحبت بکنه و این طرف از طریق بلندگو صدای اون رو داشته باشه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید و وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.